سلام دوستای قشنگم، بریم که با هم این تویگ قشنگو بدوزیم. به این قسمت امروز میخوایم اینو بدوزیم با هم دیگه، به همین صورتی که میبین. نخوا از اینجا کار در میارم و به این صورت دقت کنین، به همین راحتی از اینجا بیاین و مستقیم رو به روی این از تو پارچه دوباره کوک میزنیم و دوباره میایم کنار کوک اول. یک همچین حالتی به دست میاد. مجدد از اینجای کار سوزن رو فرو میکنیم و از اینجا در میاریم به همین صورت. تویگ دوختن خیلی ساده تر از اون چیزی که فکرشو بکنی، فقط کافیه یه بار تمرین کنی تا یادش بگیری. به همین راحتی میتونی تویگای لباستو خودت بدوزی با هر رنگ و هر رنگ بندی که دوست داری. 3 تا کوک زدیم، 1 2 3. حالا دوباره 1 میخوام 5 تا 5 تاش کنم. 4 تا شد. حالا 1 کوک دیگه میزنم که بشه 5 تا. میخوام توی مرحله کار نخم و عوض کنم. نخو اینجا میارم و اینجا رهاش میکنم به همین صورتی که میبینی. مجدد نخ مشکیمو از اینجای کار میارم بیرون و همون روشمو ادامه میدم به همین مدلی که میبینی. برای اینکه اندازه هم به یک اندازه باشه، من کوکامو 5 تایی میزنم، یعنی از هر رنگ 5 تا کوک این شکلی درست میکنم به همین راحتی و به همین آسونی. ممنون میشم این پستمو لایک کنی، نظرتو برام کامنت کنی، واسه اون دوست دوچگرتم که منتظر یا دنبال این دوخت میگشت بفرستی. اگه خوشت اومد و به کارت اومد حتما لایکش کنی. مرسی ازت. آموزش ضبط کردن خیلی کار سختیه. شما میتونی با لایک کردن و حمایت از پستای من این خستگی راستن من بیرون کنی. مجدد نوبت اضافه کردن نخ بعدیه. 5 تا کوک شد. برای نخ سفیدم مجدد همون مراحل رو تکرار میکنیم. نخ از اینجا آوردم بیرون و ادامه ای کارو میرم به این صورت. ببینید چقدر راحت و آسونه. اندازه کوکاتون یکی باشه. مثلا من 5 تایی زدم، حالا شما 2 تا میزنین، 3 تا میزنین، اون دل بخواهیه. به همین راحتی و به همین آسون و در آخر کار یه تویگ این شکلی در میاد. این چقدر ظریفه. دوست داری آموزش بعدی چی باشه؟ زیر این پست برام کامنت کن.